وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. در رابطه با سوالی اولی کردید که یک نفر یک زن میتواند که به تنهایی حج برود بدون محرم، یک زنی که 30 سالش بالا رفتگی است، یا که بعضی از اهل علم ذکر میکنند که آیا یک شخص میتواند که با همراه کسانی که اهل ثقه باور هستند همسرش را روان بکند با همراه حاجی برای حج کردن و شوهرش نرود. حالا ما نگاه کنیم به نصوص شرعی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا يحل لامرأة أن تسافر، لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر. برای هیچ زن مؤمن، کسی که ایمان به الله و روز آخرت دارد، حلال نیست، جایز نیست اینکه سفر بکند مسیرت یوم و لیلة بلا محرم، بدون اینکه سفر بکند مسیر یک شبانه روز را بدون محرم. و همچنین دیگه جا باز ذکر شده که حدیث که حلال نیست برای یک زنی که سفر ایمان به الله روز آخر دارد سفر بکند مسیر 3 شبانه روز و 2 شبانه روز آمدگی است. به هر حال همه این احادیث ها که ذکر شده عددها عدد قلیل در کثیر داخله که برای یک زن درست نیست که بدون سفر بدون محرم سفر بکند. این حدیث نصی صریح واضح است. بله دیگه ذکر کردن نیست که دیگه زن پیر باشد یا اینکه زن 50 بالا باشد مشکل نیست، یا که امان باشد مشکل نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه تر بودن به واقع و به حالت امتی خودشان. اگر همچنان که باشد که حتما پیامبر صلی الله میگفتن، از مخاطر نیست در حدیث چیزی که ظاهر و واضح و آشکار همین است. و حتی یک نفر در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن پرسیدن از سفر کردن همسرش به حج، و در حالی که این مرد میخواستن که به یک جنگ به یک جهادی بروند و همسرشان روان بکنن، آمدن اذن پرسیدن که همسرم حج برود، یعنی من به جیش بروم، به جهاد بروم، به غزوه بروم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که به همراه همسرت حج بکن. پس ببین که این عمل جهاد که یک عمل خیلی عظیم و بزرگ است، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگذارد که همراهشان برود، میگه که همراه همسرت، یعنی تنها نه همراه همسرت میگه برود حج بکن. و در زمان عمر رضی الله عنه وقتی که امهات المؤمنین به حج رفتن، همراهشان عثمان و عبدالرحمن بن عوف روان کردن. شاید بعضی از این دلیل بگیرن که عثمان و عبدالرحمن بن عوف همراهشان رفتن، پس یک حجت یا یک دلیلی هست. گفتم کسی که اگر سنش بالا باشد یا که آدم‌های ثقه همراهش باشد، از این حجت گرفتن نمیتونه، به خاطر اینکه نص صریح حدیث واضح هست. اولا دوما اینکه عبدالرحمن به هر حال به همراه امهات المؤمنین رفتن، با همراه امهات المؤمنین، همسرای پیامبر مادرای حکمی است، مادرای حکمی مسلمان ها و مؤمن ها هستند، لذا از این حجت گرفتن نمیشود. بارک الله فیکم.